نماسته بچه ها، به یک جلسه دیگه یوگا با گلی خیلی خوش اومدین. موضوع امروزمون درد سیاتیک هست که متاسفانه خیلی همون داریم باهاش دست و پنجه نرم میکنیم، ولی خب خبر خوب اینه که اصلا دردی نیست که درمان نداشته باشه و شما میتونین با تمرین چند تا حرکت ساده توی خونه این دردتون رو کم کنین و به مرور زمان کلاً از بینش ببرید. قبل از اینکه تمرینمون رو شروع کنیم میخوام یه توضیح ریز و مختصری راجع به آناتومی عصب سیاتیک بهتون بگم که خب این عصب از مهره‌های کمر شروع میشه و از سمت راست و چپ با گذشت از قسمت باسن و پشت پا به تا پایین و تا ساق پا ادامه پیدا میکنه و خب عوامل زیادی ممکنه باعث ایجاد درد سیاتیک توی بدن ما بشن که خب من میخوام چند تا موردش رو خیلی مختصر بهتون توضیح بدم، بعد بریم تمرینمون رو شروع کنیم. یکی از دلیلاش میتونه بیرون زدگی دیسک باشه که به خاطر بیرون زدگی دیسکی که حالا زده بیرون تنشن و فشاری به اون عصب وارد میکنه که باعث درد توی ناحیه کمر و این درد تا پایین منتشر میشه تا پاهامون ادامه پیدا میکنه. یکی از دلایل دیگهش میتونه تنگی کانال نخاعمون باشه که باز دوباره وقتی که اون کانالی که این عصب ازش رد میشه تنگ میشه به هر دلیلی یا تنگ هستش، باعث دوباره ایجاد فشار به عصب سیاتیک و ایجاد درد توی ناحیه کمر، ناحیه باسن و قسمت پاها و بی‌حس شدن پاهامون حتی ممکنه بشه. یکی از دلیل‌های دیگرش سندروم پیریفورمیس هست که خب پیریفورمیس یک عضله‌ای توی قسمت باسن ما هست که باعث میشه با فعال شدنش لگن ما به سمت بیرون روتیشن بشه و اینکه به خاطر تایت موندن این عضله پیریفورمیس ممکنه که این عصب توی قسمت عضله پیریفورمیس فشار بهش وارد بشه و دچار درد بشه. ولی خب توی این مدلش که اگه سندروم پیریفورمیس باشه دیگه همراه با درد کمر نیستش و بیشتر توی قسمت باسنمون، قسمت عضله‌های سیلی زیر اونا این درد رو ممکنه حس کنیم. ممکنه درد سیاتیکمون به خاطر اینبالانس بودن عضلاتمون باشه توی پایین تنه، مخصوصا عضلات بیله، عضلات شکم. خب وقتی که عضلاتمون این بالانس هستن و توی تعادل با هم دیگه نیستن، ممکنه یه قسمت‌هایی از عضله تایت باشه و دوباره فشار وارد کنه به سیاتیکمون و دچار درد بشه. نشستن طولانی مدت باعث ایجاد درد سیاتیک میشه که خب خیلی رایجه. این هم دوباره همونطور که گفتم دلیل‌های زیادی برای درد سیاتیکمون وجود داره، ولی خب کاملا قابل درمانه. شما میتونید با تکرار این حرکات، حتی مثلا هفته 2 بارم اگه بتونید این حرکات رو انجام بدید، حتما ویدیو رو سیو داشته باشید و این استمرار رو ازتون خواهش میکنم که توی تمرینتون داشته باشید تا مطمئن باشید که دردتون از بین میره. برای شروع تمرینمون به یک کمربند یوگا امروز نیاز داریم. اگه کمربند یوگا توی خونتون نیست به هر دلیلی میتونید از یک حوله بلند یا یک شال یا یک چیز این مدلی دیگه، حالا خودتون اون اتکا رو به خرج بدید. توی مت شروع میکنیم. از حالت درازکش شیده یعنی به پشتمون میخوابیم و شروع میکنیم. کف پاهاتون رو بذارید روی متتون و زانوهاتون رو به راست و چپ ببرید بدون اینکه لگنتون از روی مت بلند شه. یک تنشن قشنگ، یک کشش عمیق توی قسمت دیده‌تون هم حس میشه. پساتون رو میتونید به طرف باز کنید. تم و بازدن رو فراموش نمی کنید. پاهاتون رو بغل کنید و
و زانوهاتون رو به سمت قفسه سینه‌تون بکشید. گودی کمرتون رو پر کنید. اجازه بدید قسمت عضلات سینیتون کش بیاد. یکی از پاهاتون رو، پای چپتون رو، زانوش رو باز کنید و بفرستید سمت مد. زانوی سمت چپ رو به سمت قفسه سینه فشار بدید. جهتتون رو تغییر بدید. توی این حرکت عضلات پsoas‌تون هم یعنی انعطاف عضلات پsoas کلا برای درد سیاتیک خیلی مهمه که منعطفشون کنید. خیلی تاثیر زیاد داره. جهتتون رو یک بار دیگه عوض کنید. یک بار دیگه. حالا ازتون میخوام که کمربند یوگاتون رو بردارید و بندازید توی پنجه پای چپتون و زانوی پای چپتون رو صاف کنید. پاتون صاف باشه و با کمربند با دستاتون از دو طرف کمربندتون بگیرید و با شیپوندن آرنجتون سعی کنید پاتون رو به خودتون نزدیک کنید تا جایی که میتونید و بدنتون بهتون اجازه میده. اجازه بدید قشنگ پشت پاهاتون کش بیاد، بیدار شه. پاتون رو فلکس کنید، پنجه پاتون رو به خودتون نزدیک کنید، پنجه پا به سمت صورت. رها کنید. میخوایم برای پای راستین رو تکرار کنیم. کمربندتون رو بندازید توی پنجه پاتون و زانوتون رو صاف کنید. میتونید دستتون رو پایین تر بگیرید. پاتون فلکسه و پنجه پاتون به سمت صورتتون. بذارید پشت ساق پاتون هم کاملا کشیده بشه. تا جایی که میتونید با شکوندن آرنجاتون پاتون رو به خودتون نزدیک کنید. رها میکنیم. یک بار دیگه پای چپمون رو این بار با دو طرف کمربندمون رو با دست مخالف میگیریم و دست چپمون هم بلند دراز میکنیم. با دست راست یعنی مخالف پا رو به سمت پایین میاریم، به سمت مخالف. اجازه میدیم قسمت بیرونی پامون کش بیاد و همچنین عضلات پشت پامون. برمیگردیم. یک بار دیگه برای پای راستمون تکرار میکنیم. با دست مخالف میبریم سمت مخالف. پا رو اجازه بدین قشنگ پشت نذارین لگنتون لطفا از روی مت بلند شه. فقط پاهاتون رو بفرستین پایین. لبخند. برمیگردیم. پای راستتون رو قوزکش رو بذارین روی رون پای چپتون و پای چپتون روی مت کفش. با دو تا دستاتون از رون پای چپتون میگیرین و به سمت خودتون نزدیک میکنین. این حرکت خیلی حرکت خوبیه برای باز کردن عضله پریکورنیس که گفتم یکی از دلایل درد سیاتیک سندروم پریکورنیس هست. همو بازدم. رها میکنیم. برای جهت مخالف انجام میدیم. قوزک پای چپ روی رونمونه و از رونمون پامون رو میگیریم و به خودمون نزدیک میکنیم. دم و بازدم. رها میکنیم. دستا کنار بدنمونه، پاهامون کفش روی متمونه. دم میگیریم. با انقباض عضلات باسن و شکم لگنمون رو میبریم بالا
1 2 3 4 5 برمیگردیم. یک بار دیگه از دستی میخوام این کار تکرار کنید. دم و بازدم رو فراموش نکنید. بمونید بالا. 3 4 5 برمیگردیم. یک بار دیگه قشنگ عضلات باسنتون رو منقبض کنید. لگنتون رو بفرستید سمت بالا. 1 2 3 خب ازتون میخوام که پاشید رو توی حرکت هیملتاپ قرار بگیرید. میخوایم یه ذره مهره هامون رو گرم کنیم، کمرمون رو گرم کنیم و ادامه بدیم. توی حرکت تیبلتاپ گربه و گاو رو تکرار میکنیم. دم بگیرید، قفسه سینه رو باز کنید، شونه ها رو رول کنید سمت عقب، بازدم پشتتون رو گرد کنید و بفرستید به سمت بالا. یک بار دیگه دم میگیریم، بازدم، یک بار دیگه دم میگیریم، بازدم. بریم توی حرکت بچه و برای 3 تنفس اینجا بمونیم. خب حالا ازتون میخوام که بشینید، روی متتون بشینید و پاهاتون رو دراز کنید. خب پاهاتون رو فلکس و پوینت کنید. اجازه بدید با پوینت کردن رویه پاتون و با فلکس کردن پشت پاتون کش بیاد. این کار رو برای چند بار تکرار کنید. پشتتون رو صاف کنید و از کمر تا جایی که میتونید با پشت صاف به جلو برید و پاهاتون، پشت پاهاتون رو کش بیارید. اگه میتونید از پاهاتون بگیرید، اگه نمیتونید تا جایی که دستاتون میرسه، اگه تا اینجا میرسه مثلا تا اینجا بگیرید و برای 10 شماره اینجا بمونید لطفا. فقط توجه داشته باشید که حتما پشتتون رو صاف نگه دارید، یعنی اینجوری پشتتون رو گرد نکنید، صاف باشه. از لگن به سمت جلو و روبرو و پایین خودتون رو میفرستید. پاهاتون رو باز کنید به اندازه عرض متتون. یکم پاهاتون رو، پای چپتون رو به این شکل بذارید، کفش رو بچسبه به رون پای راستتون و کمربندتون رو بندازید دور پای راستتون و تا جایی که میتونید با پشتی صاف برید سمت پاتون. پارنجاتون رو خم کنید و خودتون رو به پاتون نزدیک کنید. اجازه بدید قشنگ پشت پاتون کش بیاد. چه بارونی داره میباره. یوگا زیر بارون خیلی حال میده. یک بار دیگه میریم که برای پای چپمون تکرار کنیم. میندازیم دور پای چپمون و تا جایی که میتونیم خودمون رو به پامون نزدیک میکنیم. لطفاً به صدای بدنتون گوش بدید و تا جایی که بدنتون اجازه میده این کارا رو بکنید. مطمئن باشید همون کشش خفیفی هم که تا جایی که میتونید و بدنتون اجازه میده انجام میدید خیلی توی درد سیاتیکتون تاثیر میذاره. خب کمربندتون رو رها کنید. حالا ازتون میخوام یک بار دیگه به پشتمون بخوابیم. پاهاتون رو ببرید بالا و فلکس کنید
پای راستتون رو بذارید